سلام بچه، چطورین با یه ویدیوی دیگه با من؟ بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب دیگه این پارت قرار بریم گروه مافیا رو شکست بدیم. آره بچه، تو ساکورا اسکول یه مافیایی هست. فکر کنم خیلیاتون دیدین یا ندیدین. برج بزرگ که طرح خورشیدو داره اونجا. گر بریم اونجا همه آدماشو بکشیم. فقط اون 2 آدم جلو در نیستن، داخلش هم کلی آدمه. خب لباسمون رو میپوشیم، لباس خوب برای نینجای، لباس گوجه فرنگی بچه. مگه گرا بریم مهمونی داری دامن میپوشی؟ زید باز بپوش دیگه. انگار لباس عوض کردن که طول نمیکشه. بچه گرا یه لباس خوب انتخاب کنیم که اسلحه دار باشه، یعنی کلی اسلحه های خوب داشته باشه. اسلحه همونم به چی ربط داره؟ لباس. من همیشه این لباس رو انتخاب میکنم تا برم اونجا رو شکست بدم، چون این لباس خیلی قابلیت ها داره. بخاطر این لباس رو انتخاب میکنم. ببینیم شمشیر داره، پرش قنده داره، تفنگ داره، از اون چیزا که نینجاها دارن از اونا داره دیگه غیر. خب ما با این پرش های قندلمون قراره بریم چیزا رو شکست بدیم. چیا بوده؟ مافیاها. نگاه کنی اینجاست این قندله، میبینین چقدر قنده است. اینجا اینا رو میزنیم. بچه ببینین چقدر من حرفه‌ای هم دارم اینا رو با روش میزنم. خب بچه اینجا باید پرواز کنیم برین تو. میبینین کل آدم اومده. خب خیلی میریم بالا چون بمبتون خیلی قراره بترکه. خب 3 2 1. نه مردین. نه بچه ببخشید داره لگ میکنه، آخه دارم تو گوشی بازی اصلش تو گوشیه ها، فقط فکر کنم نمیدونم واسه چی داره